نگو یا علی مدد، نگو یا حسین مدد، نگو یا فاطمه الزهرا مدد، نگو یا پیر پیران مدد، نگو یا خواجه خواجگان مدد، نگو یا غوث الثقلین مدد. این مددها را از غیر خدا نخواه. مدد طلب کردن استمداد است، استمداد عبادت است، دعا است. دعا را فقط از الله سبحانه و تعالی، غیر الله صدای ما تو را کسی نمیشنوه. به نام خدا و با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و اعضای محترم کانال. برنامه امروز ما در موضوع توحید و شرک است. همانطور که می‌دانید وهابی ها و پیروان ابن تیمیه احترام و تکریم امامان و اولیاء الهی را شرک می‌دانند. همچنین آنها هر نوع کمک خواستن از غیر خدا را نیز شرک و حرام می‌دانند. لذا ما در این برنامه اول توحید را تعریف میکنیم تا بدانیم که توحید یعنی چی. سپس مراتب توحید را بررسی میکنیم و همچنین به بررسی معنای شرک میپردازیم و در آخر هم به این سوال پاسخ میدهیم که آیا تکریم و احترام امامان و اولیاء الهی و همچنین هر نوع کمک خواستن از غیر خدا شرک و حرام است؟ پس تا پایان ویدیو با ما باشید و برای حمایت از ما ویدیو را لایک و کانال را هم سابسکرایب نمایید. واژه توحید مصدری باب تفعیل و به معنای یگانه دانستن است. علامه مجلسی توحید را این گونه تعریف کرده است: و توحید الاقرار بالوحده و هو الانفراد و الواحد المتباین الذي لا ينبعث من شیء ولا یتحد بشیء. یعنی توحید اقرار به یگانگی خدا، اقرار به انفراد خدا و اینکه خدای واحد با مخلوقات متباین است، نه از چیزی جدا شده است و نه چیزی بر او اضافه می شود. توحید در اصطلاح و معنای ایمان به خدای یگانه است که شریکی برای او نیست. التوحید و الایمان بالله وحده لا شریک له. توحید هم دارای 4 مرتبه است: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید عبادی. توحید ذاتی یعنی که خداوند شبیه و شریک ندارد و مرکب هم نیست. توحید صفاتی یعنی این که ذات خدا با صفات او یکی است و صفات خداوند زائد بر ذات او و عارض بر ذات او نیست، مثل علم و قدرت. برخلاف انسان که صفات او مثل علم انسان و قدرت انسان اکتسابی است و از راه اکتساب به دست می‌آید، اما علم و قدرت خدا ذاتی است و از خارج بر او عارض نمی شود. توحید افعالی یعنی خداوند همانطور که در ذات خود یگانه است، در افعال خود از جمله خالقیت، ربوبیت، مالکیت و حاکمیت تکوینی هم یگانه است و شریک ندارد. توحید عبادی یعنی اعتقاد به این که جز خدای یگانه کسی و چیزی مستحق پرستش نیست و پرستش تنها مختص خداوند است. شرک چیست؟ شرک یعنی این که برای خداوند شریک و شبیه قائل بشویم و چیزی غیر از او را هم شایسته عبادت و پرستش بدانیم. حالا که معنای توحید و شرک را فهمیدیم، به این سوال میپردازیم که آیا احترام و تکریم امامان و اولیاء الهی و همچنین هر نوع کمک خواستن از غیر خدا شرک و حرام است؟ ما در پاسخ میگوییم که قطعا احترام و تکریم اولیاء الهی و امامان به هیچ وجه شرک به حساب نمی آید. اشتباه ابن تیمیه و پیروان او در این است که آنها فکر میکنند هر نوع تعظیم و تکریم اولیاء الهی و امامان عبادت است و عبادت غیر خدا هم شرک است، در حالی که اصلا چنین نیست و به هیچ عنوان احترام و تکریم بزرگان دین و اولیاء الهی و ائمه معصومین عبادت نیست تا شرک در عبادت بر آنها صدق کند. از طرف دیگر اگر تعظیم و تکریم اولیاء الهی همچنین بزرگان، پدر و مادر، معلمان و اساتید اینها اگر شرک باشد، قطعا خدا و پیامبر از آنها نهی می‌کردند، در حالی که هم خدا و هم پیامبر به تکریم و تعظیم پدر و مادر و همچنین معلمان و اساتید دستور داده است. قرآن کریم در مورد احترام به پدر و مادر میگوید: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یعنی در برابر پدر و مادر از روی مهربانی سر تواضع فرود آور و بگو ای پروردگار من، همچنان که مرا در کودکی پرورش دادند بر آنها رحمت آور. اینجا می‌بینیم که خداوند در این آیه
انسان را به تکریم و احترام پدر مادر و خضوع در برابر آنها امر کرده است. همچنین هر نوع کمک خواستن از غیر خدا هم شرک به حساب نمی آید. زیرا اگر هر نوع کمک خواستن شرک به حساب می آمد، نعوذ بالله اولین مشرک پیامبر اسلام بود. زیرا که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم از مردم مدینه کمک خواستند. چنان که میدانید مردم مدینه انصار میگویند. انصار یعنی چی؟ انصار یعنی یاری کنندگان پیامبر، در حالی که مردم مدینه و انصار اونها خدا نبود که پیامبر از آنها کمک بخواهد. و اگر هر نوع کمک خواستن از غیر خدا شرک باشد، پس هیچ موحدی ما نمیتوانیم در دنیا داشته باشیم، به خاطر که برای همه ما پیش آمده که هر روز در زندگی روزمره خود از مردم کمک میخواهیم. و اگر هر نوع کمک خواستن از غیر خدا هم شرک باشد، هیچ موحدی در دنیا نیست و ما همه مشرکیم. احترام و تکریم ائمه در صورت شرک محسوب می شود که ما برای آنها مقام خدایی و الوهیت قائل باشیم، در حالی که چنین نیست و ما به هیچ عنوان برای امامان و اولیاء الهی مقام خدایی قائل نیستیم. پس پاسخ این سوال هم روشن شد که احترام و تکریم ائمه معصومین، اولیاء الهی، پدر و مادر و همچنین کمک خواستن از غیر خدا به هیچ عنوان شرک محسوب نمی شود. بحث ما در همینجا به پایان می رسد. اگر این ویدیو برای شما مفید بود و از این بحث خوشتان آمد، خوشحال میشیم که ویدیو را لایک و کانال را هم سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر و برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.